چنانچه که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من دو چیز را بر امتم گذاشتم اگر آن دو چیز را مستحکم بگیرد هیچ وقت گمراه نمی شود. از جمله آن دو چیز یکی کتاب الله است، قرآن که نزل فی اللوح المحفوظ، و دوم سنت من است. می فرماید اگر من و شما آن سنت را همیشه وقت تمسک با آن باشیم و آن را همیشه وقت مستحکم بگیریم گمراه نمی شویم. به خاطر این دین خون صحابه های کرام و خلفای راشدین بر زمین رفته شده است. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر این امت گناهکار، این امت روسیا زحمت‌های بی نهایت را انجام دادند. زمانی که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا می آمد امتی امتی گویا به دنیا آمد. زمانی که از دنیا می رفت، زمانی که جان را به جان آفرین تسلیم کرده بود، اون وقتم امتی امتی گویا از دنیا رفت. سپس عزیزان و سروران من، این دین به آسانی به دست نآمده است. این سنتی که امروز ما آن را ترک می کنیم، آن سنتی که امروز بر آن تمسخر زده می شود، با آن استهزا کرده می شود، آن الکی به دست نیامده است. روایت از می فرماید که روزی در شروع کسرا رفته بود آنجا، زمانی که نشسته بودند غذا را آماده کرده بودند، دسترخوان را آوار کرده بودند، زمانی که نان را شروع می کنند لقمه از دست حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه می افتد. سپس آن را سنت این را میگه که باید پس آن برداشته شود، پس باید خورده شود. آن را بر می دارد، آن را می خورد. یکی از پهلویایش برایش میگه این چنین کار را در این چنین قصر و اینقدر غذای مجلل این به پی گرسنگی و تنگ چشمی من و شما می شود. رسول میفهمیم که حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه برایش چی میگوید؟ اترک سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هؤلاء الحمقا. آیا من سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به خاطر این شکم پرستان، به خاطر این احمقا ترک میکنم؟ نخیر، نخیر، هیچ وقت چنین کاری را نمی کنم، بلکه سر از تن جدا شود و فرزندان یتیم شود و زنان بیوه، نباید که سنت رسول الله ترک شود. به خاطر این چنین شخصا، به خاطر این کسان نباید که سنت را آدم ترک بکنیم.